آقا سلام، چطوری؟ میخوام بهت یاد بدم که امروز چطور پول همستر رو حساب کنیم. در کنار هم پول همستر رو قرار است حساب کنیم و ببینیم آقا همستر در ازای چند هزار یا چند میلیون سکه بهمون چقدر به تومان پول میده. بزن لایک و بکوب ساب رو بریم. این آموزش خیلی خفنه، میدونستم خیلی ها منتظر این آموزش بودن، پس بزن بریم. Let's go. 2 hours later. خب اول از همه دوستان بگم داخل این پروژه حداقل ما حدود 2 الی 3 روز وقت گذاشتیم که بخوایم این اعداد و ارقام رو حساب کنیم. پس ناموسن یه لایکمون نشه. آقا بیا حساب کنیم دیگه. من اول وارد رباتم که بشم، ربات همسترم بشم، پول خودم رو دارم مشاهده میکنم. میبینم آقا من 16 میلیون دارم و نکته که مهمه برای وارد شدن به ارز دیجیتال یا وارد کردن به کیف پول، حداقل بعد 2 الی 3 نقطه یا همون 3 صفر از مثلا سکه شما کم بشه. مثلا نات کوین 2 سکه ازش کم شد، ولی چون که همستر ارقامش از نات کوین بیشتره، احتمال زیاد 3 سکه قراره کم بشه. پس آقا ما میایم توی ماشین صاف حساب میکنیم. میگم آقا من 16 میلیون سکه دارم. این 16 میلیون بعد 2 تا صفر ازش کم بشه تا وارد ارز دیجیتال بشه، میشه 160,000 تا. پس میگین داداش یعنی من حالا 160,000 نات دارم؟ نه داداش، من الان باید دوباره ادامه کار رو بریم. این 160,000 تا رو باید تقسیم بر یه عددی کنیم. اون عدد عددیه که پولیه که همستر به دست میاره. یعنی بازار و مارکت همستر حداقل بخوایم حساب کنیم میشه هولاش 500 میلیون 500 میلیون دلار حداقل. اینو که حساب کنیم این عدد به دست میاد. این عدد چیه آقا؟ یعنی داداش من هر سکه همستر، هر دونش، توجه کنید دوستان، هر دونش برابر با حدود 32,100 میلیون هزارم چیه اینه. پس هر دونه همستر حدود 32,100 هرچی است به صورت نات. یعنی دوستان این عدد باید ضرب داره یک عددی بشه که کامل بشه یه نات. اون عدد ما به دست آوردیم حدود 3 میلیون و 200. همین 3 میلیون و 200 یعنی آقا 3 میلیون و 200 3 میلیون و 200 سکه همستر برابر با یک نات. قیمت نات هم بیا تا بهت بگم. خب دوستان همونطور که ما حساب کردیم نات رو، هر نات فعلا 435,000 تومنه. پس بریم تو ماشین حساب دوباره حساب کنیم. آقا گفتیم که 3 میلیون و 200 سکه همستر حدود یه ناته. پس یه نات هم باید حساب کنیم که آقا یعنی 3 میلیون و 200 سکه همستر برابر 435,000 تومنه. پس آقا مثلا منی که 16 میلیون دارم چقدر میتونم پول کسب کنم؟ بیا حساب کنیم. آقا گفتیم 3 میلیون و 200 میشه یه نات. الان مثلا 3 میلیون و 200 رو من ضرب داره عددی به نام مثلا 3 میلیون و 200 رو ضرب داره 5 کنم، میشه همون 16 میلیون خودم که داخل همستر داشتم. یعنی حداقل من با خروجی گرفتن از این 16 میلیونی که دارم 5 نات به دست میارم. این 5 نات هم که بخوام حساب کنم 5 ضرب داره 435,000 تومان. 435,000 تومان حدود 2 میلیون و 175,000 تومان. یعنی آقا شما 16 میلیون سکه داشته باشید، خروجی بگیرید بیاد توی تونکیپرتون، برید توی صرافی بفروشید. اگر بخواید یه سودی هم مثلا صرافی ازش بردارن حدود مثلا 175,000 تومان هم فرض مثال ازش سود بکشن. 2 میلیون فیکس. یعنی آقا 16 میلیون سکه همستر 2 میلیون تومان خودمونه. اینم از یک تحقیق 2-3 روزه بود که اومدم بهتون یک حدسی بزنم که به احتمال زیاد همین قراره باشه.
من توی توییتر، یوتیوب و تلگرام خود همستر این تحقیقات رو انجام دادم، پس نزدیک بهش به چرخ دوستان. دمتون گرم، ساب یادتون نره. فقط اینکه آقا یه نکته بگم، برای پیدا کردن کارت های کامبو مورس کد میتونید چنل تلگرامو جوین بدید، لینکش توی دیسکریپشن یا توضیحات هست، توی کامنت ها هم اولین کامنت پین میشه. دیگه حتما جوین بدید. خبرهای جدید هر موقع همستر رسمی پول شد توی تلگرام بهتون خبر میدیم، پس جوین بدید ضرر نمیکنید. و آقا یه نکته هم در مورد همستر بگم، آقا همستر یک فرصت خوبه، از دستش نده، میتونی سودی داشته باشی داخلش. و واقعا همستر یه بهترین و بیشترین کاربر تلگرامی در کل جهان رو داره و ناتکوینی که 35 میلیون حداقل داخل کل جهان کاربر داشت و اینقدر فاز میگرفت، همستری که الان حدود 150 میلیون کاربر داره اینقدر فاز نمیگیره. پس دوستان حتما این فرصت همستری رو از دست ندید. ویدیو ما هم حتما تماشا کنید در مورد همستر و مد روز و درآمد دلاری. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.